الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. حمد و ثنا به درگاه خداوند متعال و درود و سلام بی حد به روح پاک و مطهر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و درود خدا بر همه پیروان، یاوران و اهل بیت آن پیامبر رحمت و عشق. دوستان و عزیزان، میدونم از 9 صبح تا الان در حال شنیدن سخنرانی ها هستید. خستگی در این دقایق پایانی بخش صبح مراسم برای همه شما زیاد هست، اما چند دقیقه‌ای که امر فرمودند تا در خدمت شما باشم، پیرامون 3 نکته با هم صحبت می‌کنیم. از پیامبر عشق و رحمت و بعثت اون پیامبر چند کلامی را عرض کنم. از کشور عزیز و بزرگوار ایران و از گلستان رنگارنگ قومی و مذهبی و جامعه اهل سنت ایران. دوستان و عزیزان، در شبه جزیره عربی یتیمی بی سرپرست که سرپرستی اون رو بعد از متولد شدن مادرش و بعد عبدالمطلب و بعد ابوطالب به عهده گرفت و این کودک یتیم سرپرستیش از فردی به فردی منتقل می شد، امروز سال روز بعثتش هست. اون یتیم عرب امروز از اندونزی در شرق جهان تا افریقای جنوبی در پایین ترین نقطه قاره افریقا، تا امریکای جنوبی، تا کانادا و تا روسیه و ژاپن در شرق جهان 5 بار در روز ندای آن که آن یتیم عرب فرستاده خداست بلنده. اون یتیم عرب امروز بیش از 1 میلیارد پیروان و عاشقان و دلباختگان در سراسر جهان داره. امروز روز زمزمه جبرئیل در گوش اون یتیم عرب، چوپان مکه، پیامبر درس نخوانده و مکتب نرفته هست. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. امروز روز بعثت محمد، پیامبر آخرین، رسول آخرین و آخرین واسطه آسمانی است. روزی است که آخرین پیامبر با این کلمه بار رسالتش آغاز شد: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. بخوان ای محمد، بخوان. دین تو باید با خواندن، با آگاهی، با دانش، با علم، با بینش آغاز بشه. امروز روز بعثت این پیامبر بی همتا و این آخرین فرستاده آسمانی است. این که پیامبر اسلام که بود، این که پیامبر اسلام چه منشی داشت، چه رفتاری داشت، چه کرداری داشت رو بارها و بارها شنیدیم. این که پیامبر از مکه اگر دین خودش رو، تبلیغش رو آغاز کرد،
و امروز به کل جهان منتشر شده رو بارها شنیدید. حدیث دلبستگی صحابه رو شنیدید. حدیث پاکی و طهارت اهل بیت و صحابه رو شنیدید. حدیث عشق پیروان این پیامبر رو شنیدید. اما امروز در روز بعثت این پیامبر رحمت باید به یک سوال در جمع مسلمین به خودمون پاسخ بدیم که تا چه میزان رفتار ما، کردار ما، باور ما، عشق ما، محبت ما، عدالت ما، مردمداری ما، اخلاق ما شبیه این پیامبر هست. پیامبری که اگر اخلاقش و رفتارش و کردارش با مردم نیکو نبود، این کلام خداست که مردم از دورش منتشر می شدن. جاذبه این پیامبر نه به شمشیرش بود، نه به قدرت مادیش بود، نه به زورگوییش بود، نه به ترساندن مردم بود، نه به سرکوب مردم بود و نه به آن بود که بسیاری از قیصران و پادشاهان شرق و غرب عالم داشتند. این پیامبر کسی رو نترسوند. این پیامبر حتی به دشمنان خودش توهین نکرد. این پیامبر حتی به کسانی که در مکه پیامبر رو و خاندان پیامبر رو و بنی هاشم رو در شعب ابی طالب به تحریم کشیدند، روزی که به مکه بازگشت در اوج قدرت، در اوج حکومت، با هزاران همراه و یاور و صحابه شمشیر به دست، به احدی ظلم نکرد و از احدی انتقام نگرفت. امروز روز پیامبر رحمت و عدالت و عشق و ایمان یتیم عرب است. اگر قراره کسی شعار پیروی از پیامبر رو بده، اگر قراره کسی خودش رو به این پیامبر متصل بدانه، پیرو این پیامبر بدانه، امت این پیامبر بدانه، باید از خودش سوال کنه تا چه میزان اهل عدالتم، تا چه میزان اهل شفقتم، تا چه میزان اهل احترام به مردم، باور مردم، اعتقاد به مردم و تا چه میزان انسانی هستم که با اخلاق مردم از من اطاعت کنند، نه با زور. پیامبر رحمت، پیامبر عدالت و پیامبر دوستی این روزها در سراسر جهان داره چهرش تخریب میشه، نه به خاطر رفتار خودش، نه به خاطر دینی که آورد، نه به خاطر قرآنی که جبرئیل بر قلبش نازل کرد، بلکه به خاطر رفتاری که ما مسلمان ها در جهان داریم انجام میدیم. خاورمیانه که مهد دین اسلام، دین یهود و دین مسیحیت هست، امروز درگیر جنگ های خانمانسوز و بی انتهاست. باید سوال کنیم به عنوان یک مسلمان از خودمون، در خاورمیانه چه کردیم که امروز خاورمیانه مهد برادرکشی و تفرقه و جنگ و تعصب شده؟ باید فکر کنیم اگر در خاورمیانه دموکراسی بود، اگر در خاورمیانه حق تعیین سرنوشت بود، اگر در خاورمیانه تعصب و نفرت رو نمی پراکندیم به عنوان یک مسلمان، آیا امروز پشت دروازه های اروپا ناموس مسلمانان زجه میزد برای پناهندگی؟ از خودمون سوال کنیم آیا اگر در مقابل غیر اسلام زانو نمی زدیم و در مقابل امریکا، در مقابل روسیه، در مقابل چین، در مقابل تمام سردمداران کفر زانو نمی زدیم در خاورمیانه، آیا امروز باید زنان مسلمین مورد تهاجم بمب‌های ابرقدرت‌ها می بودند؟ آیا باید بدنهای تکه تکه کودکان مسلمانان را از دریای مدیترانه، از دریای سرخ، از دریای عرب، از خلیج فارس، از سر تا سر جهان اسلام جمع می کردیم؟ چه کردیم با امت باقی مانده از آن پیامبر رحمت و عشق و ایمان؟ امروز در روز بعثت پیامبر دوستان، به وجدان خودمون،
به غیرت خودمون، به ایمان خودمون، به خدای خودمون پاسخ بدیم. چه کردیم که در خاورمیانه اسلامی برای زن مسلمان، کودک مسلمان، پیرمرد مسلمان، پیرزن مسلمان جایی نیست و باید به دارالکفر پناهنده بشه تا بتونه امنیت رو احساس کنه؟ پیامبری که حتی به ابوسفیان که تمام زندگی این پیامبر رو نابود کرد هم ظلم نکرد و توهین نکرد، چرا باید در دارالاسلامش امروز فضایی باشه که هیچ مسلمانی در اونجا احساس امنیت نکنه و بخواد پناهنده به سرزمین کفر بشه؟ دوستان و عزیزان، خاورمیانه پیامبر اسلام امروز بیش از هر نیازی به دموکراسی نیاز داره، بیش از هر نیازی به بخشش، به محبت، به عشق، به شفقت نیاز داره. و اگر هر کسی در هر مقامی، در هر شبکه تلویزیونی، در هر ماهواره‌ای، در هر جایی، در هر منبری، در هر لباسی بخواد کینه و نفرت رو در جهان اسلام گسترش بده، هر نامی داشته باشه، سنی باشه، شیعه باشه، از هر فرقه‌ای باشه، هیچ ارتباطی به این پیامبر وحدت، پیامبر رحمت و پیامبر عشق نداره. امروز سال روز بعثت این پیامبر بی همتاست. فکر کنیم با خودمون که چه کاری میتونیم انجام بدیم تا خاورمیانه رو امن‌تر، آبادتر، آزادتر برای فرزندان مسلمین آماده کنیم. فکر کنیم چه کاری میتونیم انجام بدیم که هر مسلمانی در سرزمین‌های اسلامی احساس کند بر سرنوشت خودش، بر زندگی خودش و بر راهی که در اون قدم برمی‌داره حاکم هست و میتونه حرف خودش رو بزنه، میتونه تأثیر خودش رو بگذاره و میتونه حضور خودش رو داشته باشه. و اما ایران، دوستان و عزیزان، جهان پیشرفت‌های زیادی کرده. در دبی ساختمان‌های زیبا و سر به فلک کشیده‌ای وجود داره. در امریکا ثروت و قدرت و شکوه و عظمت مادی وجود داره. در اروپا سرسبزی و زیبایی و باران و دریا وجود داره. در این نقطه‌ای که من و شما هستیم نه دریایی است، نه ساختمان سر به فلک کشیده است، نه ثروت آنچنانی است و نه شکوه آنچنانی غرب. اما این جایی که من و شما نشستیم یک ویژگی بی همتا داره. ذره ذره خاک اینجا تشکیل شده از اجزای وجود اجداد ما ایرانیان هست. قرنها، سالها، هزاران سال اجداد ما در این سرزمین زیستند، دفن شدند و خاکی که الان بر اون نشستیم از ذره ذره وجود اجداد ایرانی و گذشتگان ایرانی ما تشکیل شده. این تعلق به این خاک رو ما با هیچ کجای جهان نباید عوض کنیم. اگر در این خاک، اگر در این سرزمین، اگر در این مام میهن هر نیازی داریم، هر مشکلی داریم، هر کمبودی داریم، آب اگر در روستایی نیست، گاز اگر به روستایی نرسیده، طرحعمرانی اگر بنده نماینده کمکاری کردم و نتونستم به اونجا برسونم، باید دست به دست هم بدیم، ایران رو برای آینده خودمون حفظ کنیم. جامعه ایرانی باید یک جامعه متحد، یک روح واحد، یک قلب واحد، یک کلام واحد و یک مسیر واحد داشته باشه تا بتونیم از این گذرگاه‌های سخت عبور کنیم. جامعه اهل سنت ایران به عنوان بخشی از تنوع زیبای جامعه ایرانی کهن، به عنوان بخشی از گلستان رنگارنگ اسلام، از اقوام و فرق و مذاهب در طول تاریخ مرزبانانی با شرافت و با غیرت بودند. امروز هم هر گلوله‌ای و هر آتشی و هر فتنه‌ای که بخواد این وطن ما رو، سرزمین ما رو، هموطنان ما رو مورد تهاجم قرار بده، سینه ما، وجود ما، بدن ما سپر دفاع از این وطن و سپر دفاع از هموطنان ما خواهد بود.
ما باید به عنوان بخشی از قومیت ایرانی، ما باید به عنوان بخشی از مذاهب ایرانی، ما باید بخشی از شهروندان ایرانی بدانیم که همه سهم ما از دنیای بزرگ خدا ایرانه. ایران رو با همه وجودمون حفظ کنیم، با داشته ها و نداشته هاش، با پستی ها و بلندی ها، با بحران ها و شادی ها، با غم ها و شادی ها. ایران رو حفظ کنیم و برای فرزندان ایران اون را آبادتر، آزادتر، سربلندتر، متحدتر از گذشته تحویل بدیم تا بلوچستان، سیستان، هرمزگان، لرستان، خوزستان، خراسان و هر نقطه این ایران با شکوه و عظمت گذشته تاریخ پرشکوه این سرزمین کهن باقی بمانه. بعضی از نکاتی رو که پیرامون مسائل اهل سنت بود، جناب آقای مهندس یار محمدی، نماینده بسیار با غیرت و با شرف و توانای شما در زاهدان که برای ما همکار عزیزی هست، مثل جناب آقای مهندس کرد که اینجا تشریف دارند و سایر نمایندگان ادوار استان شما در مجلس بیان فرمودند، بخشی از نکات رو اشاره کردند. اما اون بخشی رو که نیاز هست اشاره کنیم اینه که در برنامه ششم توسعه ایران برای سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان و برای توسعه چابهار تا انتهای مرز شما در اتصال به مرز هرمزگان، تمام توان این نظام و داشته‌های مادی این نظام داره مصرف میشه و این تأکید مقام معظم رهبری هست، تأکید دولت هست. من نمیدونم آقای استاندار تشریف ندارن، تشریف بردن. الحق و الانصاف تبریک میگم به دولت آقای روحانی با انتخاب چنین استانداری. لذت بردم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک نماینده مجلس از نگاه مثبت سازنده عالی ترین مقام دولت در این استان. تا همچین نگاهی در این استان باشه، تا همچنین رفتاری باشه، نمیگیم معجزه میشه، اما مسیر حرکت شما و مسیر حل مشکلات شما درسته. با توجه به اینکه وقت تمام شده، اجازه میخوام تشکر کنم از همه شما دوستان که اجازه دادید چند کلمه با شما درد دل کنیم و صحبت کنیم. تشکر میکنم از سرور عزیزمان، از جناب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که مورد عنایت قرار دادن ما رو و دعوت کردند و اجازه میخوام که سلام گرم مردم تربت جام، تایباد، باخرز، صالح آباد و تمام شهرها و روستاها رو هم به محضر ایشان هم به محضر همه شما مهمانان عزیز و علما عرض کنم و تقدیم کنم. فقط از یک شهر با ایمان و پرغیرت ریزه الان بیش از صدها نفر در این جلسه حضور داره. از بسیاری از مناطق مرزی ما که منطقه های محروم و دوردستی، صدها نفر امروز در این مراسم حضور دارن. اینها یک پیام دارن و پیام اینه که ما ید واحده، ما جامعه ایرانی متحد هستیم و قدر علمای خودمون رو، قدر بزرگان خودمون رو، قدر حوزه‌های علمیه خودمون رو و قدر دانش رو و علم رو و دانش آموختگی رو میدانیم. امیدواریم انشاءالله این همدلی باشه. همچنین تشکر میکنم از همه مسئولینی که در این مراسم حضور داشتند و کمک کردند به شکوه این مراسم و همه شما مردم عزیز. من نام نمیبرم، فقط از مهمان عزیز و ویژه‌ای که تشریف بردن، از جناب حضرت آیت الله عراقی ریاست محترم مجمع تقریب که این بنده خدا هم تحت فشار افراطیون شیعه هست هم تحت فشار افراطیون سنی و انصافاً انسان نیکی است، انسان خوبی است و ما در تهران در جلسات می‌بینیم چه زحماتی میکشه مجموعه سازمان تقریب. تشکر و تقدیر میکنم از آقای استاندار خوب شما در دولت تدبیر و امید. انشاءالله این استاندار خوب رو 4 سال بعد بدیم به ما در خراسان که ما هم اونجا حداقل بهره‌ای ببریم و انشاءالله امیدواریم سایر مسئولین هم این نگاه مثبت و سازنده رو یاد بگیرن. از همه شما متشکر و ممنونم و شما رو به خداوند متعال میسپرم با ذکر صلوات بر محمد و آل و اصحاب محمد.